چی؟ 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 چیه؟ چی میخوای؟ نکنه وردی؟ ببینم هلا آخه میدونی فکر میکردم قانون جنگل تموم شده و آدم انقدر شعور دارن که به حرفای هم گوش کنن. ببین آقای فرمان غیرتی پهلوانی گردن کلفت، من وقتی اومدم اینجا قصد و نیتم این بود که در کمال ادب و منطق حرفمو بزنم. میفهمی؟ انتظارم داشتم یکی بلند شه با منطق جوابمو بده. اما هرچی شنیدیم از زور بازو جناب عالی بود و اینکه میکشه قیمه قیمه میکنی. بهت گفتم اینجا نه تو و نه ما هیچ کدوم حرف نمیزنیم. قانون عشیره حرف میزنه. این قانون خیلی قبل از ما بوده، جواب هم داده، در حد ما و تو هم نیست، عوضش بکنیم خلاص. همه حرفایی که زدی از نظر من و تو درست و منطقیه، اما اونا مثل من و تو نیستن. اونا منطق خودشونو دارن. چه منطقی؟ دیگه شما هم که وکیل دادگستری هستی میگه اونا منطق خودشونو دارن. ای بابا. آره اونم منطق خودشو داره. تو راهروهای دادسرا پر از این ماجراها. دولت و قانون و دادگستری هم سرشون نمیشه. همین چند وقت پیش خیلی هم قیافه مظلومی دارن. اون وقت اگه بخوان آدم بکشن با خیال راحت میکشن. نه فقط برای خودشون دور و بریاشون قاتل نیستن، بلکه قهرمانن. خواهرمو کشتم چون پشت سرش حرف میزدن. دخترمو کشتم چون میخواستن غریبه بشه. از ناموسم دفاع کردم. چی کارش میخوای بکنی؟ این فرهنگیه که قرن‌هاست تو این آدم‌ها جا افتاده.